بیننده‌های عزیز و ارجمند، السلام علیکم. برنامه نوبتی معرفت حقوقی که با اقدام پروکراتوری شهر پنجکین در همکاری با شرکت صدا و سیما شهر پنجکین تهیه و منظور شما می‌گردد، مستقیما توسط تلویزیون سیما و همزمان توسط رادیو صدای پنجکین پخش می‌شود. برنامه ما با اشتراک نماینده مسئول پروکراتوری شهر پنجکین، یاردمچه کلان پروکرور شهری پنجکین، حقوقشناس درجه 1 دلشاد حمیدوف، نمایندگان کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی کمونالی شهر پنجکین رستم عظیموف و کارخانه فرعی دولتی آبرسانی و کانالیزاسیون شهر پنجکین کاملجان بابایوف منظور می شود و ما تصمیم گرفتیم که پیرامون فعالیت این ساحه ها و شما معلومات بیشتر دهیم و با سوال های خود جواب های مشخص گیریم. محترم دلشاد حمیدوف، از دیدگاه شما برنامه معرفت حقوقی چی اهمیت دارد؟ واقعا هم درست سوال دادید. وابسته به بلند برداشتن معرفت حقوقی و اهمیت آن قید کردنی هستم که وابسته به این مسئله فرمان‌های علاهده صحابی پروکراتور علل خصوص فرمان پروکرور گنرالی با تصویب رسیده است و یعنی کارهای فهماندهی، کارهای پروفیلاکتیکی در جماعت و دهات‌ها در بین اهالی گزارنده شده ایستاده است و در زمینه فرمانی مذکور و وابسته به این مسئله در یک جایگی با اقدام پروکرور شهر چخیلی که قید کردید برنامه معرفت حقوقی گزارنده شده ایستاده است که این به نهایت اهمیت کلان دارد و مردم از حقوق و عهده‌داری‌های خود و طرز درست زندگانی کردن و آباد و زیبا نگاه داشتن شهر برخوردار میشن و از هر گونه قانون ویرانکنی ها و از هر گونه کمبودی و نارسایی که امروز در جامعه به نظر میرسند برخوردار میباشند. کامل بابایوف، شما سرمهندسی کارخانه فرعی دولتی آبرسانی و کانالیزاسیون شهر پنجکین میباشد. این زمان نسبت تامین آب نوشاکی برای ساکنان شهر پنجکین فعالیت خبرهای کانالیزاسیونی و خدمت رسانی به مردم کدام کارها عملی شدند؟ آیا همه درخواست مردم در تابستان وابسته به فشار آب و تامین بناهای بلند آشانه با آب پوره به طلبات روز جواب می‌دهد یا بعضی مشکلات جای دارد؟ تطبیق لایحه نوی که شما گفته گذاشتید عین موارد است. همین رو گفتم که کمبودی جای دارد. مثلا از خط تشنه‌گذار کارخانه تصمیم گرفته است که یک خط نوی تشنه‌گذار از طرف کوچه سینو با خبر دیامتر 400 تا خود پایگاه ساخته شود. با یاری صاحبکاران و نقشه گرفته شده است. این رو خدا همین سال سر می‌کنیم. اون توربویی که فرسوده شده بود سالهای 60 عصر گذشته تا هر باید استفاده شده بود از باید می رود. اون قبرهایی که نوید و استفاده داده می شود تلفات آب گم می شود، فشار آب بالا می شود و مردم خدمت رسانی با بهتر و بهتر می گردد. مسئله نصب آبچین کنک‌ها چه نقشه هست؟ و نقشه گرفته شده است. حاضر این زمان زیاده از 1000 عدد فعالیت کرده شده است و یکونی منظور دیگر نقشه داریم نصب کردیم برای بهتر نمودنی آب نوشابه و همین اسراف آب در پنجکین زیاد یا کم؟ زیاد است. اسراف آب زیاد است. سبب این با زمینی پولیزی میگن به مواد کارخانه تصمیم گرفته که از ساعت 11 شب تا ساعت 4 سحر که باید که آب پولیزی مونند. سنجش‌ها گذرانده می‌شود؟ بله، سنجش‌ها گذرانده می‌شود. از گروه کاری تشکیل کرده شده است در نزد کارخانه. با کارگران فعالیت کردند، سندها ترتیب داده و راهبری کارخانه پیشنهاد میکنم. با مردم شما گفته میتونید که من بعد همین تطبیق لایحه نو برای ساکنان شهر پنجکین تامین آب نوشابه بهتر میشه؟ بله، بهتر میشود. پس از وقتی که با خبر نو میگذاریم تلفات کم میشود. همه با حساب کنه که آب میگذاره. مسئله پرداخت مبلغ‌های آب چیه؟ این زمان هست محلهایی که از پرداخت آب نوشابه سرکشی میکنن، نمیسپرن وای میکنن به مانند محله رودکی، محله چی سبب چی؟ نمیسپرن مبلغ.
از همین شما سوال نسبت همون ساختارها تشکیلات کارخانه‌ها شهروندانی که مبلغ اون رو پرداخت نمیکنند با مقامات حفظ حقوق از جمله با پروکراتور مراجعه کردید؟ بله با یاردمی پروکراتوری شهر پنجکن خرج‌ها رویانده شده است. کارخانه بودجتی، کارخانه تشکیلات تجارتی، خرج بسیار است از آب، استفاده آب. کارخانه ها کارخانه بودجتی تجارتی اهالی از اون جمله. میگن که شما قرض اصلا بیشتر از شبکه‌های برق دارید، همین درست است؟ بله از حسابی که از نپرداختن سری وقت مبلغ آب نوشابه خزر که مردم میگویند که بسیار وقتی 2 ساعت یا 3 ساعت آب میتن ولی برای 24 ساعت از ما مبلغ طلب میکنند. نه این از روی رژه که به یک آدم 30 لیتر معین شده است. از روی هوای آب تامین میشود. محترم دلشاد حامدو، شما با اندیشه های سرمهندس شنا شدید پیرامون تامین آب و فعالیت خطهای کانالیزاسیونی از طرف پروکراتور نسبت این مسئله کدام کارهای نظارتی رفت ایستاده است؟ خیلی که سرمهندسی کارخانه وابسته به مسائلی هایی که به کارخانه تعلق دارد گفته گذاشتن، واقعا هم در برابر آن کار و فعالیتی که از طرف کارخانه انجام داده شده است در فعالیت آنها کمبودی و نارسایی ها جای دارد و باعث ناراضگی مردم و شکایت های پی در پی آنها به مقامات پروکراتور گشته ایستاده است که این به نهایت تشویش‌آور می باشد. خیلی که به همگان معلوم است آب در آب نوشابه در حدود شهر پنجکن به یک مشکلی دائمی تبدیل گشته ایستاده است و این اساساً بیشتر از طرف بعضی نفرانی که در زمین‌های نزداولیگی خوشخیلی قید کردن آب نوشابه را همچون آب پالایزی استفاده می‌برند، وقت و ساعتی مقرر شده را صرفه‌کارانه استفاده نمی‌برند و از کم فعالیتی مسئولین کارخانه اداره آب استفاده برده به عمل‌های غیرقانونی یعنی خودسرانه آب رو گرفته، خبرهای داخلدار رو خودسرانه ویران کرده، خطهای آبی علاهیده به منزل‌های استقامتی خود بردند که باعث درست تقسیم نکردن آب در بین اهالی گشته ایستاده است و ناراضگی مردم گشته ایستاده است که این به نهایت تشویش‌آور میباشد و یکی از پرابلم‌های اساسی در فصل تابستان است و در برابر چخیلی که گفتیم اون کارهایی که به انجام رسانده شد از طرف پروکراتور شهر پنجکن وابسته به کم فعالیتی درست جمع‌آوری نکردن مبلغ وابسته به زیاد شدن قرض آب و نستانیدن مبلغ‌های استفاده آب از طرف کارخانه و تشکیلات و اداره‌های داخلدار از طرف پروکراتور شهر عنوانی کارخانه و تشکیلات امر داده شد و پیشنهادها جهتی فوراً برطرف کردن کمبودی و نارسایی که در کارخانه مشکلاتی که در کارخانه جای دارد فرستاده شده است و همه روزه کار در این سمت ادامه دارد و در نتیجه گذراندن یک سنجشی ثمرناک پروکوروری زیاده از 25 نفر مسئولین کارخانه یعنی اداره آب و جوابگری انتظامی کشیده شد و خیلی که عین حال تاکید نمودند باز هم نظارت پروکوروری در این سمت یعنی شما گمان کنید که پرزور کرده میشد و کوشش به خرج میدیم که در یک جایگی با متخصصان صحابی استفاده آب نوشابه در بین اهالی درست به راه مانده شود. دوستان عزیز، شما نماینده کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر پنجکن میباشد که اساساً کارهای آبادانی، سبز و خرمگردانی، چراغانسازی در مجموع مسائل شهر و شهرداری با عهده همین کارخانه وابسته شده است. کدام کارها انجام داده شدند؟ چی باید کرد که پنجکن با آباد شود، زیبا شود، مردم مدنیت شهرداری را رعایت کنند؟ کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی کمونالی شهر پنجکن همه روزه از پی آبادانی، کبودزارکنی، ریوبچینی کوچه ها، برداشتن پرداخت ها، خدمت رسانه‌های کمونالی شده ایستادند و در همین سال بسیارتر برای بهتر کردن اصلا 78 نقطه پرتوی موجود می باشد. از آن جمله 5 عدد پرتوگاه‌های زمانوی شدگی می باشند. کمبودی در کارخانه زیاد خیلی مسئله برداشتن پرتو اساسا در بعضی محله های ما جای پرتوی
معین کردگی نه. انا یکی از سبب‌های منامی پرداخت نشدنی مبلغ پرتو امروز اساساً در نبودن پرتوگاه‌ها در محله‌ها میباشد. قرض بسیار است از صبح همین پرتو کو قرض اونقدر زیاد نیست نباشد با مردم به همین نگاه کرده مبلغ پرتو اونقدر پرتو کردن ما چیز نمیکنه. 6 عدد تکنیکوی پرتو بردار هست اصلا ماشینای همین کهنه گاز 53 پیشتره همه روزه با 12 نوع پرتو برداران خدمتی همین پرتو برداری کرده استودن. چند نفر کار میکنن در کارخانه؟ در کارخانه در امروز 203 نفر کارمندان کار فعالیت دارند که از اینها 87 نفر زنها و 16 نفر مردها کار کرده استودند. مسئله پرداختی معاش کارگران تحت نظارت است. البته بعضی کارگران شما شکایت میکنن که با آنها معاش سری وقت داده نمیشود. نه کارخانه امروز با از مزد معاش کارمندان قرضدار نیست. انا گفتم میتوانم که مزد میانه معاش کارمندان ما 1377 سامانه را تشکیل میکنه. یعنی هر ماه میگیرن؟ هر ماه گرفته از مزد معاش ما قرضدار نیستیم. آمادگی به دوره تیرمون زمستان چقدر شده است در کارخانه؟ 12200 دانه گل‌های صدبرگ 412 عدد درختان را با ترتیب درآورده شد و ساعت 210,500 متر کوچه‌های شهر همه روزه تازه و آزاد نگاه داشته پابل کرده شدگی میباشد. و در موسم تیرمون گل‌هایی که موسمی و میشن از اون جمله من گل کرم میبیارن اینها شنونده ممکن. محترم رئیس حامدی شما اندیشه های نماینده کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی را شنیده. درباره فعالیت این کارخانه چی پیشنهاد دارید؟ از طرف پروکراتور چه تدبیرها اندیشیده میشود؟ در حقیقت وابسته به فعالیت کارخانه منزلی و کمونالی نماینده کارخانه چخیلی که در فکرهای خود را عین حال ارائه نمودند همین را گفتنی هستم که در فعالیت کارخانه مذکور نیز در برابر کارهای به سامان رساندنشان کمبود و نارسایی زیادی نیز جای دارد. از جمله در دوام سال جاری وابسته به رویانیدن مبلغی که خدمت رسانی از طرف کارخانه رسانده شده است و کارخانه اداره و کارخانه دولتی غیر دولتی که از به کارخانه قرضدار بودند یگان کارهای عملی و اجرا رسانده نشده بود که محض در نتیجه گذراندن سنجش‌های پروکوروری و قبول شدن سندهای اعتنایی پروکوروری مبلغ‌های معین رویانیده به کارخانه گذرانده شد. همزمان در فعالیت آنها وابسته به چخیل که قید نمودن آبادانی و زیبا نگاه داشتن تازگی شهر نیز کمبودی و نارسایی نیز جای دارند که در دوام سال جاری زیاده از 10 نفر ساکنان شهر و پروکراتور شهر پنجکین در نزدیکی بین و منزل استقامتیشان که سری وقت پرتاب‌ها جمع کردن نشده است که در هوای گرم باعث بوی غلیظ و بوی بزرگ که به منزل استقامتی آنها وارد شده طبیعی آنها را ناراحت می‌ساخت که در این در اساس چاره‌های تاثیررسانی پروکوروری در یک جایگی با متخصصان خود صحوی کمبودی‌ها برطرف کرده شدند و فعالیت آنها نیز تحت نظارت پروکوروری قرار دارد و گفتنی هستم که کار در این سمت جان‌ناک کرده میشد و بهبودی و فعالیت خوب نظر رسید. بیننده های عزیز و ارجمند برنامه ما بیشتر به موضوعهای شهر و شهرداری و بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان بخشیده می شود. در این برنامه سرداری مؤسسه دولتی رکلام بیرونی اورویشی و چراغانکنی شهری پنجکین خیام نظامزاده نیز حضور دارند. من گمان میکنم که اون کس به چند سوالهای ما درباره فعالیت این مؤسسه دولتی و حالت امروزه اورویش شهری پنجکین و چراغانکنی معلوماتی بیشتری میدهند. مرحمت. مؤسسه دولتی رکلام بیرونی اورویشی و چراغانکنی شهری پنجکین در 6 ماه سپری گردیده سال 2025 فعالیت خود را در اساس نقشه کاری سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان و دستور سفارش‌های راهبریت شهری پنجکین عملی نموده در سمت‌های زیرین به نتیجه‌های نظررس نائل گردید.
дар давоми нимсолаи аввал дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳру деҳоти Панҷакент ба истиқболи ҷашнҳои расмӣ зиёда аз 400 адад рекламаи берунӣ, шиору овезаҳо ва лавҳаҳои иттилоотӣ насб карда шуданд. ҳамзамон ба ифтихори сафари меҳмонони олиқадр ороиши махсуси маркази шаҳр ба роҳ монда шуда, кӯчаву хиёбонҳои шаҳру деҳоти Панҷакент бо баннеру порчаҳои таблиғотӣ оро дода шуданд. Бо мақсади тарғиби арзишҳои миллӣ ва такмили ҳисси ватандӯстӣ дар сутунҳои хиёбони рӯдакӣ 80 адад элементи ороишии миллӣ сутунҳо бо тасвири парчам, нишони давлатӣ, харитаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рамзи сараз насб карда шуданд. Инчунин бо мақсади тақвияти корҳои иттилоотиву фарҳангӣ ва зебоии шаҳр дар нимсолаи якум соли равон 10 адад экрани таблиғотии рақамӣ дар кӯчаву хиёбонҳои марказии шаҳри Панҷакент насб карда шуданд. خب سوال دارم همین مسئله چراغ‌های داخلی شهر پنجکент و دهه‌هایی که پس از لایحه نو چراغ‌ها نشده است این به موازنه کی می‌دارد؟ مردم میگن که همین چراغ‌ها رو کی باید خاموش کند، فروزان کند؟ این به کی وابسته همین چراغ‌های داخلی شهر؟ خب ما ҳамин марказа ҳамин сол ба баланс ба гирифтем. Ини мувозин мо қабул карда гирифтем. аз ваи роҳ буд, мувозин роҳ буд, мо қабул карда гирифтем. چرا در بعضی کوچه‌ها شب چراغ‌ها فروزان، در بعضی کوچه‌ها چراغ‌ها خاموش؟ این یگان نظامی автомативӣ این چی؟ ини кӯчаҳош ҳоли мо қабул кардаги нем. ҳозир мо қабули мо фақат аз хиёбони рӯдакӣ, аз ҳамин қавола, даромадгоҳи қавола то қисми ҳарбии 0203 қабул кардагӣ ҳамҷа. این اغرایش شما در همبستگی با کی شهر اغراش میشه؟ با شعبه‌های معماری با اداره‌های شهرداری کدامش شما موافقه میکنید؟ موافقه میکنیم با معماری شهر موافقه میکنیم. بعد اصلا موافقه میکنید؟ یا اون قانون‌شکنی‌ها هستن نفرانی که به فعالیتش با مانع ایجاد میکنن، مثلا همین شعار آویزه‌های که شما نصب میکنید یا میربایند یا اینکه میدرونند. حالا حادثه هست؟ نه حادثه خیلی حال نداریم. برای اینکه ما میبینیم بعضا در ایستگاه‌ها بعضی دفعه نادرست نوشته شده است، در بعضی جاها میبینیم که همین مسئله ها باید تحت نظارت باشد، بعد همین زبان دولتی زبان تاجیکی رعایت میشه. میشود موافقه با شعبه ایدئولوژی خودم. ایدئولوژی خودم. بعضی مغازه‌ها کوچه‌ها با مثلا نام‌های غیر تاجیکی این با مؤسسه شما تحت دارد یا نه؟ همکاری میکنیم ایدئولوژی توصیه میتونم که باید در مورد اول زبان تاجیکی باشه. ایدئولوژی خودمو چی توصیه میتونم ما همین چیزی نظارت کرد پیش میبریم. چی نقشه است در نیم سال دیگه برای باز هم آباد و زیبا خوشتر چراغون کنی شهر پنجکент؟ ҳозир элементҳое ки ҳаст бо 25 адад 26 адади дига ҳозир омадагӣ бо омода карда шаҳрро бо зеботар кунем. تشکر. دکتر حامدوف نسبت فعالیت این مؤسسه دولتی چه اندیشه ها دارید؟ این یک ساختاری نو است. وظیفه آن شهر پنجکент را آباد، زیبا، خوشتر و چراغان کردن است. در حقیقت عین حال راهبری مؤسسه دولتی مذکور وابسته به فعالیت کارهای به انجام رساندنشان قید کردند و من نیز همین را گفتنی هستم که از طرف مؤسسه دولتی مذکور یک قطار کارها به سامان رسانیده شد و همزمان کارهای نظررس نیز به انجام رسانیدند، لیکن آن کمبودی و نارسایی که عین حال در فعالیت این مؤسسه نو تشکیل جای دارد باید ما گفته گذاریم که سری وقت و فوراً برطرف کرده شود. یکی از این کمبودی‌هایی که عین حال از طرف خودی مسئولین کارخانه مذکور گفته نگذاشتند، این آن چراغک‌های راهنمایی که در خیابان رودکی تیز از فعالیت باز می‌مانند و باعث به میان آمدن صدمه‌های نقلیاتی شده ایستاده است و تنبشوی راه‌های نقلیات به میان آمده ایستاده است. می‌خواستیم که همین کمبودی هر چیز زودتر و تیزتر از بین برده شود و که باعث ناراحت شدن رانندگان گرده ایستاده است و به میان آمدن مناقشه ها،
дар байни роҳ дар хиёбони рӯдакӣ ва танбашавии нақлиёт садамаҳои нақлиётӣ ба миён омада истодааст. Ин асосан аз фаъолият боз мондани чароғакҳои раҳнамоие ки алалхусус дар ҳамин хиёбони рӯдакӣ насб карда шудааст. Дар назди бозори марказӣ дар кӯчаҳое ки дар дохили хиёбони рӯдакӣ ҳаст, ҳамин чизҳо бартараф карда мешуд, боз хубтару беҳтар мешуд ва мо дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии мазкур ҳамарӯза ҷой дорад ва чӣ мушкиле ки аз тарафи корхона ба миён омадааст, омода ҳастем ки дастгирӣ кунем ва он камбудие ки дар фаъолияти онҳо ҳаст бартараф созем дар якҷоягӣ. ман аз номи корхонаи давлатии фаҳри хоҷагии манзилии коммунитии шаҳри Панҷакент ба тамоми шаҳрвандони шаҳри Панҷакенти бостонӣ илтимос мекардам, хоҳиш мекардам ки партовҳои худро дар вақташ дар вақтҳои муайян кардаи корхона ва ба берун партофтани партовҳо аз партовгоҳ напартоем куда илтимос мекардам. шаҳрвандони мо бисёртар мана ба ҳамин эътибор наметиҳанд, ҳамин куҷое ки хоҳанд ҳамонҷо партофтан мегиранд. илтимос мекардем ки ҳамин партовҳои худро дар вақташ дар соатҳои муайян партоем ва дар ҷои партовгоҳ партоем. бинандаҳои азизу арҷаманд, шумо бо андешаю мулоҳизот ва ҷавобҳои намояндагони масъули прокуратураи шаҳри Панҷакент, корхонаҳои фаръии давлатӣ, хоҷагӣ, коммуналию манзилӣ ва корхонаи обрасонӣ ва канализатсия ва ҳамзамон муассисаи давлатӣ рекламаи берунӣ, ороишӣ ва чароғонкунӣ шаҳри Панҷакент шинос шудед. албатта бо як барнома мо наметавонем паҳлӯи ҳамаи масъалаҳо, мушкилоти инсонҳо ба шумо маълумоти бештар диҳем. итминон дорем ки шумо минбаъд ба ин барнома саволу дархостҳои хешро пешниҳод мекунед ва аз тарафи шахсони масъул нисбати ин масъалаҳо ва камбудиҳо чораҳо андешида мешавад. ба ҳамаи шумо барои иштирок ташаккур. саломат бошед. то барномаҳои навбатӣ барои бинандаҳои арҷуманд низ муваффақият, хонаи обод ва умед мекунем ки Панҷакент ҳамчун шаҳри мо, ҳамчун хонаи мо бо кӯмаки ҳамаи шаҳрвандонаш боз ҳам ободу зебо гардида ба яке аз шаҳрҳои зебои тоҷикистон ва макони дӯстдоштани сайёҳони дохилию хориҷӣ табдил меёбад. саломати сарбаланд бошед.